السلام علیکم استادای محترم. خواستیم درباره مپ سنسور یک ویدیو جور کنیم که بسیار یک سنسور مهم است، اگرچه در موتر هر چیز مهم است. با خو امروز خواسته هم در گروه هم شد، گفتیم برای وقت پیدا کنیم یک ویدیو جور میکنیم. دیگر استادای محترم هم مپ سنسور را کلش هم تو رفته کاور میکنیم تا حد توانید که ویدیو را اضافه نکنیم. دیگر استادای محترم، می ویدیو را اگر سعی میکنید و مورد علاقه قرار میگیرد، چیزی از برداشت میگیرید، امی را شیر کنید تا به یک استاد دیگر هم برسدنی او هم از این چیز چیزی بیاموزد و در ذهنش چیزی باشد، امو را مورد علاقهش قرار بگیرد. دیگر ما مهنت میکنیم انشاءالله که شما هم اگر ویدیو برای شما پیدا میشه شیر کنین یا کامنت کنین. استادای محترم، میرم تو رفته کلشه سارکیتشه گریپتیشه کارکردشه کلشه می تو ما بیان میکنیم انشالله. استادای محترم، دمی بخش میایم که بخش خودی سنسار است، سارکیتی ما بینش تم و گریپتیشه امی چیزایشه پهلن یادواری میکنیم. استادای محترم، اگر ما و شما امی خودی میپ سنسار هستن، ای لاین 5 ولتی ماست و ای هم لاین سیگنالی ماست و ای هم گراوندی ماست. ای خب ما تکمیل شدنی و زیرش ای ایریا که هست همو پایپ سکشن است که در انگلند بند میشد و ای ایریای ما بینش است، همی ایریا ما بینش است. ای تو اگر ما مشخص کنیم که ما بینش شد، وقتی که از اینجا سکشن میکنه تا علاقه ای لاین هم میبینین که دمینجا بند است و ای همو وایرش است، وایر سیگنال. در اینجا آر نمیشته که همو قسم راجستنس کربن می باشد. وقتی که موتر دایدل باشد و موتر سلو باشد، امی ای را میبینیم یک تیکه که اینجا آمده، این ای تیک هم رایر زیر رزیستنس زیر می باشد. وقتی که زیر بود ولتاج پایین می باشد. وقتی که بالا میرد ما اکسلت میکنیم، ایدل را خلاص میکنیم، این طرف بالا میرد. طرف بالا که رد امی سیگنال دمی لاین خودش سیگنال روان میشد. دول دپا 1.5 تا هم باشد تا 2 تا 3 ولت میرود. امونجا باز د لاین سیگنال که از د انجن کنترول د مایکرو پروسیسور ام قسمی دیتا که هست ام قسمی برش جور شده که اگر ولتاج اضافه میشد پیلو را اضافه میکند، تیل را اگر ولتاج کم میشد تیل را کم میکند. اگرچه موتر هم اکسلریتر با مو تیل میگیرد. دیگر میایم هم تو استادای محترم یک دیگر چیزش هم مشخص میکنیم که باش که همی گریپتش هم مشخص کنیم. هم از سارکت انجن کنترولشه که در انجن کنترول چی است، از کجا آمده، چی استفاده شده. استادای محترم در انجن کنترول کمی همی عکسی مام صحیح نمده و به هر حال امی را که میبینیم لاین سیگنالی ماسین لاین سیگنالی ما در انجن کنترول این همینجا تا مایکرو پروسیسور رسیده. از اینجا پاور آی سی میگه برش که 5 ولت را روان میکنه در این لاین و اینجا هم یک دانه راجستانس لگیده که امیره پول اپ یا پول داون راجستانس میگن. اگر وقتی ما گریپت را خطا بودیم در دویش با ما 5 ولت پیدا میشه، وقتی که ما بلگانیم بازمو دراپ میشه از این راجستانس. و ای هممو گراوندش است، یک قسم گراوند که استعمال میشه میسارایش که ایتی تو میبینیم ای چسس گراوند میگن، یعنی چسس ارت میگن، یه همو ارتش است. و میایم همی کارکردش هم میگیم که به چی لگیده، می چی قسم کار میکنه. تو مشخص کنیم استادای محترم که میپ سنسور به خاطر لگیده که وقتی که ما از ایتا گریپ که بریم کمی پامیده هم خوب میشه که به خاطر چی لگیده. از اینجا میایم که استادا هم
بفهمد که چی است چی نیست. استادای محترم را آوردیم در اینجا اگر ما مشاهده کنیم، اینجا در این سمت از ما یک قسم رابر است، امو دایپرام میگن میره به انگلیزی، و همینجا استعمال شده. از سر از او که در بالا معلوم کردیم اونجا باز امو راجستان استعمال شده. اینجا میبینیم که می نوشته که در لو وقتی که موتر ایدلش بند باشه، یعنی اینجا میبینیم پردهش بند است. پردهش بند باشه، این پرده امام بند می باشه و ولتاژ امام پایین می باشه. ولتاژ ما پایین شد، اما قسم پروگرام از در سافتیر مایکرو پروسیسور که ولتاژ کم بود، پیول رم کم میده. چرا که هوا اینجا کم میره، هوا کم میره، مطابق هوا مقدر تیل میندازه به سر انجکترها ایلا میده. وقتی اگر ما در زیر باز متوجه شیم، همینجا سعی کنین های شده و اینجا همو دایپرامی ما را میبینین، دایپرامی ما هم بالا رفته. چرا بالا رفته؟ اینجا ایدل امام خلاص است، همو پرده ما خلاص است. وقتی که از اینجا یعنی هوا میاد، یعنی هوا میاد، هوا که میاد ای هوا بالا هم میردی تو، بالا هم میرد، ایره طرف بالا فشار میتد و رجستانس را بالا میبرد. وقتی رجستان بالا رد، ولتاژ هم بالا میرد. میبینین اینجا ولتاژ های شده، در اینجا ولتاژ هم های شده. وقتی که ولتاژ های میشه، هوا زیاد میره دیگر، موتر به زیاد فیول یا تیل ضرورت داره، باز تیل را اضافه میکنه، به این قسم کار میکنه ای. و اگر بگوییم که باز همی کنترلش چه قسم است، هر پیم که کنترل ما میگیم که مقصد گورنر زیاد میگیم استعمال میشه، همی هم بسیار مهم است که وقتی ایدل در این ایدل والی ما اینجا یک تیپی سنسر لگیده. تیپی سنسر امور مشخص میکنه، امو هم به قسمی هم از این کار میکنه، از این سنسر که او را مشخص میکنه که اول ایدل وال در چقدر اندازه خلاص است و چقدر بند است. ایره لود لود که انجن لود میگن، از یک قسم ایدل لود میگن در سکینر در لایبریتا که بری. ایدل لود هم از این سنسر میپ سنسر یا ماس ریپلو سنسر از این چیزا گرفته میشد که موتر را اگر لود بیاید، ار پی ام موتر هم سعی میشه همو انجن کنترل مشخص میکنه و همی ایدل والی را مشخص میکنه و میبینه که ار پی ام افتاده و ایدل وال زیاد خلاص است و میپ سنسر هم همی دایپرامش زیر آمده، چی گپ است؟ لود است، مقصد هوا زیاد نمیره و ایدل خلاص است. چی در او وقت چی میکنه؟ پیول را اضافه میکنه، تل را اضافه کنه تا لود را از موتر ختم کنه. و دویم قدمش اکسیژن سنسر بسیار ضروری است، اگرچه در مدل‌های پایین هم از دمی 4 و 5 هم است، خامو سیستم‌های شغال دیگر خراب کردیم. اکسیژن سنسر باز مشخص میکنه که کنترل را زیادتر اکسیژن سنسر هم میکنه. اگر پیول اضافه بود پیول را کم میکنه، اگر هوا اضافه بود پیول را اضافه میکنه. دیگه ای بازی کامپوننت های کلش همراه یکی دیگر ربطی دارد. دیگر مهم گپ همی است که باید ما بفهمیم که ما در وقتی که تست میکنیم بفهمیم که ما میره چه قسم تست کنیم، دمی لاین چی است و چی نیست و به خاطر چی لگیده. اگر ما مشخص کنیم استادای محترم که اینجا باز یک دفعه بیاییم در اینجا، اگر بیاییم ما اگر وقتی اینجا سکشن کنیم با دان خود سکشن کنیم، در اینجا سکشن کنیم با دان خود، موتر بند میشه. وقتی که ما طرف بیرون یک پوپ کنیم و اکسلیتر کنیم، موتر پایدلش هم موتر دپدن ریز میگیره. و اگر ما امیر پایپش بکشیم، امی پایپ بکشیم، موتر بند میشه. و اگر ما هم گریپتش بکشیم، گریپتش خطا بتیم، باز هم موتر بند میشه. چرا که این سیگنال باز با ای سی یو نمیره، سیگنال قطع میشه. دیگر از اینجا خو انشالله فهمیدات خواه بدین که نمی اینجا یک دانه راجستانس هست، اینه همو کربن راجستانس که در گیچ پیول هم می باشد از تانکی در گیچش و در اکسلتر پایدل هم همی چیزا استعمال شده.
و ای امو چیز است این امو دایپرامش است که امو را این طرفش دایپرامش که وقتی موتر در ایدلش بند باشه طرف پایین کش میکنه. وقتی که ما اکسلتر یک دپتن دادیم که هوا داخل میشه، ما هوا امی دپرام بالا میبره، امی تو درجهتان شیط میره اونجا ولتاجش هم بالا میشه سیگنال دیگه. یک چیزی انشالله که از بس ما بود امو را کردیم. انشالله اگر انشالله زیاد کوشش کنین یک چند دفعه ببینین امی ویدیو را، باز یک کم برداشت گیتم میتونید باز ویدیوی قانونی هم سرتان خلاص میشه.